keren dags. Nie, a wiesz tak gdzie? Уважаемые пассажиры, при входе в кабину вагона место теплое, поскольку не мешайте машинисту контролировать закрытие дверей. من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة. جوانای عزیز، مادرای عزیز، خواهرایی که ندای من بشنوید، در بعضی اخبار آمده است شخصی که خواه مرد و خواه زن، این شخصی که زنا کند با زنی شوهردار، این زن شوهر دارد اما به این راهی فساد مبتلا بشد. شخصی به زنی شوهردار زنا کند، پروردگار بالای این مرد و این زن نصف عذاب این امت اسلام روز قیامت بار میکند. فإن الله سبحانه وتعالى يحكم زوجها على الزاني في حسناته. روز قیامت پروردگار شوهر این زن که از این کاری خانوش بیخبر بود، روز قیامت بالای این مرد زانی حاکم میگرداند. پروردگار میگه بنده من، این ناکس در خانم تو خیانت کرد، در ناموس تو خیانت کرد، الان همه ثوابهای او در اختیار تو. ثوابهای مرد زناگار او شوهر زن میگیرد و گناههای او رو در بالای این گناهاش بار میکنند. اینو در دوزخ صندوق می‌پذیرند. به شرطی که این شوهر از رفتار خانمش خبر نداشته باشد. اما اگر شوهر باشد که از رفتار خانمش خبردار است، میداند که زنش به همین راهی فساد رفتی ایستاده است، میداند که دخترش به همین راهی فساد رفتی ایستاده است. معنی است امروز بسیاری از ما مسلمانان میدانیم که خانم‌هامان یا دخترهامان یا خواهرهامان به این راه افراط رفتی ایستادند، اما سکوت کرده ایستادیم. شاید این سخن من با بعضی‌ها سخت رسد، اما این حقیقت است. حضرت گفتند اما اذا علم و سکت، اما دانه که خانومش به همین راهی بد رفت ایستاده است و سکوت کند چیزی نگوید، فقد حرم الله علیه الجنه. خدا برای این شوهر، برای این پدر جنت حرام گردانده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که پروردگار بهشت آفرید با همه زیبایی‌هاش، در پیشگاه طاق جنت نوشت یا جنه انت حرام علی الدیوث. ای جنت تو برای دیوس حرامی. دیوس کیست؟ الذی یقر سوء فی اهله. شخصی که میدانه که خاندانش، خازنش، خادمترش، خواهرش به همه راه افراط میرود، اما سکوت بکنه چیزی نمیگوید. یسکت ولا یخاف، غیرت ندارد، ناموس ندارد. برای این تو مردی به ناموس عزیزان من جنت حرام است. وقتی که این مرد زانی یا این زن زانی را در روز قیامت در پیشگاه پروردگار حاضر می‌آورند، جوانای عزیز خیال نکنید که ما در شهرهای روسیه هستیم کسی از ما خبر ندارد. خیال نکنید که کسی این کاری ما را نمی‌داند. پروردگار همراه شما هست، ملائکه ها همراه شما هست، اعضاهای بدن شما بالای شما شاهد است، زمین در بالای شما شاهد است. روز قیامت روز است که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. خدا زبانها را مهر میزند
اما دستای شما، پاهای شما، بالای شما ده شاهدی دیگه هست. شما خیال نکنید که این کرداری ما پوشیده نیست. در پیشگاه خدا که محاکمه مرد زناگار و زن زناگار می شود، جنایتی او بالاشتی که اثبات شد، پروردگار امر میکرده است ملائکه های معطل به دوزخ خودوه این گیرید در دست و پای او زمان معیشت ایمان خدا از دست بگیرید. السلام علیکم. داملای حضور، من یکی از مخلصان دیرینی شما هستم. از راه دور برای امر معروف شما به این خانه خدا می آیم تا که برای خود علمی فایده‌ناک حاصل نمایم و سوالهای من خواهش میکنم جواب بدهید. با قدر دانش خود درس میدهم، اما در حالت حیض من دخترکای جواب میدهم و من فهمانید که آیا درس دادن من در آن حالت درست است یا اینکه بعضی ها میگویند که ضرر ندارد، فقط قرآن درس دادن درست نیست. خواهر عزیز، اگر وقتی که شما معلمه باشید، دخترکان یا پسرکای خودزاد درس بدادگی باشید، در حالت عذر زنانه هم این حالت پایدگیتان، حالت حیضتان، شما می توانید درس خود ادامه دهید. هر درسی که باشد، تا درس قرآن باشد، تا درس غیر قرآن باشد، شما می توانید درس بدهید. بنابر برای دخترکایی که قرآن می‌خوانند یا برای خانم‌هایی که معلمی علم قرآن هستند، در حالت حیض همه فقها اجازت داده‌اند قرآن درس دهند تا اینکه ترکی عالم بشوند. در شرق‌های هم هست علمای خودمان، امام کنزی و دیگرها، اگر معلمه حایضه شود می‌توانند نیم آیت یعنی الحمدلله رب العالمین میگی نیستید واسانی آیت دیگر هم میخوانید، ممکن ندارد. اما امروز عالم اسلام و علماهاش، این مجتهدای امروزی عالم اسلام، چی عثیمین، چی بن باز و دیگرها، شیخ طوطو، این عزیزان بخصوص برای زنهای معلمه در حالت حیض قرآن درس دادن اجازت داده‌اند. بنابر من هم حرفای همراهان مایل هستم، اجازت است برای شما خواهر عزیز درس دهید تا اینکه دخترکا به درس نمی‌خوانند. دعای فاتحه در حالت حیض با روح ارواح گذشتگان از روی اذیان درست میباشد یا نه؟ در حالت حیض همه کار درست است، چی دعا میکنی، چی فاتحه میکنی، چی ذکر میگویی، چی مختصر میخوانی، همش درست است. آنچه که فقهای عزیز من کردند این گرفتن قرآن است در دست و خواندن قرآن است. اما برای معلمه ها این ضرورت است، از ضرورات و بیح المحظورات، بنابر همین باقی ندارد. امر معروف گوش کردن واجب است، اما نماز تحیی مسجد نفل است. لیکن من بسیاری از خواهران رو میبینم که در حالت امر معروف شما نماز تحیی مسجد میکنند. خواهر عزیز، تحیی مسجد خواندنشان ضرور است، زیرا که نزد اکثر فقها تحیی مسجد واجب است، یک بار مسجد در آمدن. بنابراین دعوت امر معروفی که ما داریم این حکم خطبه جمعه را ندارد. از این سبب کسانی که میبیایند حالا وقتی قیام نشده باشد میتوانند شتابان این تیز تعدیلا 2 رکعت تحیی مسجد خوانند، بعد از آن 16 صحبت گوش کنند. رسول اکرم صحبت داشتند در مسجد، حضرت ابو قتاده در آمدند، این حدیث امام مسلم است، در آمدن و زود نشستند تا اینکه صحبت پیغمبر خدا را گوش اندازند. حضرت دیدند که ابو قتاده نشست، تحیی مسجد نخواند، صحبت قطع کردن، گفتن ابو قتاده هل صلیت رکعتین، تو همون 2 رکعت تحیی مسجد خواندی؟ گفت که نه یا رسول الله، شما صحبت داشتید، صحبت شما رو گفتم گوش کنم. حضرت گفتن خیز همون 2 رکعت تحیی مسجد خواند و بیاشید. بنابر همین تحیی مسجد خواندند، در آمدن برابر، بعد از آن نشیندن بهتر میشه خواهر عزیز. و در آخر خدا شما را نگه دارد. با خواهش میکنم که به من و 3 فرزند من دعا بکنید. پروردگار خواهر عزیز شما را همراه فرزنداتان عمر دراز و
پیرو قرآن داعی به سوی خدا گرداند.